به نام خداوند بخشنده و مهربان. دوستان گرامی، سخن بزرگان، سخن سلف صالح، پیشینیان اسلام، امامان بزرگوار چنان سخنان پرمضمون و پرمحتوا است که در کلماتی به شمار یک جهان معنی را در خود دارد. علل خصوص امامانی که به حکمت گویی معروفند و سخنانشان سخنان مقبول و پسندیده شناخته شدند. از جمله چنین کسان سهل بن عبدالله تستری است که امام ذهبی در سیر اعلام النبلا، کتابی بزرگی که در حالنامه بزرگان اسلام است، میگوید شیخ العارفین سهل بن عبدالله تستری را وصف کرده، میگوید پیشوای عارفان، الصوفی الزاهد، صوفی پرهیزگار. این امام سهل از متقیان و پرهیزگاران دوران خود بوده، مربی برجستند. سخنانشان سخنان گوهرباری تربیوی هستند. در یکی از سخنانشان که آن را امام ابن قیم در مدارج السالکین آورده، میگوید المحبت معانقة الطاعة. محبت خداوند عبارت از این است که انسان طاعت را به آغوش گیرد. یعنی مراد ایشان این است که هر کس که محبت خدا را ادعا دارد می باید با طاعت آشنا باشد، با طاعت دوست باشد، با طاعت و عبادت مشغول باشد. یعنی محبت راستین از محبت دروغین فاصلهش، فرقش این است که شخصی که محبت صادقانه دارد به طاعت می پردازد. آنچه که خدا دوست می دارد آن را دوست می دارد. یعنی چگونه می توان ادعای محبت خدا کرد که آنچه را که خدا دوست می دارد و امر کرده و دستور داده سفارش نموده است انسان نادیده گیرد، و چگونه آن چیزی را که قبیح و زشت گفته انسان با آن نزدیک باشد، با آن دست زند، با وجود این ادعا کند که خدا را دوست می دارد. وقتی محبت صادقانه باشد انسان برای محبوبش همه تلاش را، همه جهد را صرف می کند، جانش را برای محبوبش می دهد. بنابراین محبت صادقانه الهی، کسی که دعوا کند که خدا را دوست می دارد، اولین نشانه این محبت این است که به طاعت و عبادت پایبند باشد. قل این کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. معنای این سخن سهل بن عبدالله در قرآن کریم آمده، در احادیث صحیح موجود است. خداوند عزوجل فرموده بگو به بندگان، بگو این کنتم تحبون الله فاتبعونی. ای محمد صلی الله علیه وسلم، ای پیامبر ما، به مردم بگو اگر خدا را دوست می دارید پس پیامبر را پیروی کنید، چون که پیروی پیامبر پیروی خداوند است، چون که پیامبر فرستاده خداوند است. پس هر کی ادعا کند که خدا را دوست می دارد، که هر کس را اگر پرسیده شود میگه بله دوست می دارم، اما محبت راستین از محبت دروغین فرق دارد. محبت راستین با طاعت و عبادت است. محبت راستین در پیروی نمودن راه پیامبر صلی الله علیه و سلم است. محبت راستین است که انسان هر چی را که خدا دوست داشته دوست دارد، با آن چنگ زند، آن عمل باشد آن عمل را اجرا کند، خصلت باشد آن خصلت را در خود احیا کند، و هر آنچه که خدا بد دیده و هر آنچه که خدا زشت گفته از آن فرسخ دور باشد، و اگر رفت و به ضعف بندگی به آن پایش بلغزد در حال توبه و انابت کند، به سوی خدا بازگردد و مغفرت و استغفار طلب کند. بنابراین سهل بن عبدالله تستری این معنا را در این سه کلمه همگی خلاصه کرده: المحبت معانقة الطاعة. محبت راستین خداوند این است که انسان طاعت را به آغوش گیرد، یعنی خیلی به طاعت نزدیک باشد، با طاعت دوست باشد، با طاعت و عبادت همراه باشد و همیشه از اهل طاعت و عبادت باشد. به امید حاصل گشتن محبت راستین خداوند در قلبها در حفظ و امان خداوند باشد.